1 2 3 برو از تینزاب سلام. به اولین ویدیو یوتیوب تینزاب خوش اومدید. سلام علیکم. من بهتون خوش آمد میگم. خیلی ممنون. توی بعدی میبینید. احتمالا شما که هم این ویدیو رو میبینید نوجوان. چرا؟ چون که تینزاب برای نوجوان اینجا یه رسانه‌ای برای همه نوجوان، جایی که نوجوان شنیده بشن، دیده بشن و همه چیز اینجا توسط نوجوان ساخته میشه از صفر تا صد. و خب ما الان تو تینزاب هستیم. بچه‌هایی که نمی‌تونن سرمون جلوتر فهمیدن تینزاب یک کانال آموزشیه برای نوجوانای 12 تا 19 سال، نوجوانی که دوست دارن رشد کنن، دوست دارن تجربه کنن، کارهای جدید کنن، پیشرفت کنن و مهارت آموزی کنن و از فکر و مهارت یاد گرفتن پول در بیارن. ما اینجا مهارت‌های کسب و کار، کارآفرینی، تکنولوژی و خب توسعه فردی داریم و تمام آموزشمون هم با استفاده از بازیه و با استفاده از پروژه‌های واقعی و توسط خود نوجوان پروژه انجام میشه و خب اون مهارت رو یاد میگیرن. و خب یه بخشی هم داریم ما تینزاب به اسم تینز مارکتینگ و خب در واقع یکی از مجموعه‌اش میشه یوتیوب تینزاب که خود نوجوانای تینزاب قراره بسازنش. ما هم این ویدیو رو گذاشتیم برای اینکه یه معرفی باشه براتون و اصل ویدیو از ویدیو بعدی شروع میشه. این بچه‌هایی که نوجوانایی که پشت ما می‌بینین نوجوانایی هستند که تیم یوتیوب تینزاب رو تشکیل دادن و قراره برام الان که دیگه کامنتر می‌بینینشون تیم یوتیوب رو تشکیل دادن و خودشون قراره البته اینجا نیستن. بله ما ازشون یه یادگاری گرفتیم و چسبوندیم که باشن حتما تو قسمت اول قراره امیرعلی یقینی هم وقتی خودشون رو معرفی کنم که من کوچکترین عضو آکادمی هم از همون موقعی که وارد شده کوچکترین بوده تا الان که بعد 4-5 شده. آره فکر کنم یه مجموعی چیزی می‌خواد که کوچیکه شایان رو داریم بعدش. اصلا عکسشون زیاد معلوم نیست. الان می‌تونیم اینجا بزرگش کنیم. می‌دیم تو ادیت چک. بزرگش کنیم. خانم غزل رو داریم. آقای محمد رضا رو داریم. آقای پارسا رو داریم. آدم گوگولی. خانم نیکی رو داریم و خانم شایعی رو داریم. آقای ایلیا و آقای آرتین بازیگر تاعت. شما قراره تو کانال یوتیوب تینزاب هم ویدیوهای فان ببینین، هم ویدیوهای مصاحبه ببینین، هم ویدیوهای آموزشی ببینین. اگر خودتون نوجوانید و ایده دارین میتونین بیاین اینجا ما بهتون فضا رو میدیم که ایده‌تون رو اجرا کنید. لایک و کابسکرایس بیاد. پیج تینزاب هم یادتون نره فالو کنید. اینجا میگیم ادیتورمون براتون بنویسه. فکر کنم یه 5-6 نفر حداقل ویدیو رو بتونن ببینن. منتظر ویدیو بعدی باشید. اگه پیشنهادی هم بدید حتما تو کامنت‌ها بذارید. اگه دوست دارید عضوی از کمیونیتی تینزاب هم باشید باز بهمون بگید. ما همیشه آغوشمون بازه برای همه نوجوانای فارسی زبان همه سراسر دنیا. اگه انگلیسی بلد بودن نمیتونن بیان. Everything everywhere everything. همین عباس هم اینجا منتظر همین عباس یه بچه ببینید با ما کار نمی‌کنه. خودتون رو رسم معرفی نکردید. من پرنیان جوان هستم، مسئول تولید محتوای تینزاب. خیلی خوشحالم. من آریاز وقتی بازیگر سینما. شما آختگان نه خیلی آریاز آختگان هستم. آریاز آختگان کار مارکتینگ تینزاب انجام میدم به همه خانم پرنیان. یا بیشتر بار شروعش ایشونه. ما کار جزئی انجام خواهش میکنم. میبینیمتون. نوشابه ایشالا برای من بازی میکنم. بدرود.